نمیدونم کسی هم توش بود؟ هوا که داره گرم میشه ازتون خواهش میکنم این اشتباه رو نکنید، زندگیتون رو به آتیش نکشید. این سرایه برق تو خونه همه ما هستش، یارو رفته گوشی موبایل، کولر آبی، کولر گازی، پنکه و هر چی وسایل برقی منزل رو به این سرایی زده. باز خانه نیز یکی از این توپیای سرایی هم بهش وصل کرده. خب تو این گرمای بیش از حد این سرایی گرم میشه، دچار اتصالی میشه و اگه تو منزل نباشید کل خونتون آتیش میگیره. پس خواهشاً قبل ترک منزلتون تو فصل تابستون تک تک این وسایل رو از سرایی بکشید، خیال خودتون رو راحت کنید و با یه اشتباه کوچیک زندگیتون رو به فنا ندید. این پست رو لایک کنید و برای عزیزانتون به اشتراک بذارید که اونا هم مطلع بشن.